چطورم خوش اومدین ویدیو. من فقط سلام میکنم دیگه. من فیلم بردارم امروز. خب بابا بقیه میگه اسمش کیه و یه چاییه که شیر قاطی شده. این چای ماسلا هستش، داریم برای شما باز میکنیم. یه چای بسیار عالی و بعد استرس و آرامش دهنده، اینو بدون استرس و آرامش دهنده چای ماسلا بهش میگن. بعد داخل این چای ماسلا دارچین داره، زنجبیل داره، جنسینگ داره، میخک، هل، جوز هندی، زیره، یه مقدار شکر و کافی گریمه رو. این قطیش 250 گرم وزنشه. هر کی خواست میتونه سفارش بده. مبلغش هم 350,000 تومانه. اگه خواستین سفارش بدین، دایرکت بدین، ما براتون ارسال رایگان هم داریم. یوتیوب داری؟ اینجا 250 گرم چای ماسلا آماده. فقط کافیه یک مقدار بیا با شیر اگه دوست داشتین، یا هم که با آب جوش قاطی کنین و میل کنین. من الان درست میکنم، درست شدهشم برای شما نمایش میدم. خدا نگهدار. همومی آی همومی فرش قالیچم رو بردن. همومی آی همومی فرش قالیچم رو بردن. فرش سب میکنیم که بیاد این چایی نفس میگیریم مغازه که همه اندازشون برقصیدم. بچه اونجا یه لحظه پدافند زد. داری میگیری؟ بله. خب 2 قاشق چای ماسلا میریزیم در این فنجون به این اندازه و یه مقدارم آب جوش قاطی میکنیم بهش به همین اندازه. بعد شبیه نسکافه شد. بله دیگه که قشنگ که به هم خوردش میل میفرماییم. این الان خیلی غلیظ شده، یکم دیگه هم آب بهش اضافه کنیم، آب جوش. تا آنباکس بعدی، خدا نگهدار.